اگه نکات این شکل رو بدونی 3 قدم از بقیه جلوتری. بریم با هم دیگه بررسیش کنیم. بچه‌ها ما توی دهان 6 تا یا 3 جفت غده بزاقی بزرگ داریم که توی این تصویر شما 3 تاشو می‌بینید. بزرگترین غده، عقبی‌ترین غده یا بالاترین غده میشه غده بناگوشی که شما توی این تصویر دارید می‌بینید. اولین نکته اینه که بچه‌ها بخش بالاییش ضخامتش بیشتره، پهناش بیشتره و بالاتر از دندان‌های فک بالا قرار میگیره. اما بخش پایینیش ضخامتش کمتره و پایینتر از دندان‌های فک پایین قرار میگیره. بچه‌ها این غده بزرگترین مجرا داره یا ضخیم‌ترین مجرا داره که خودش هم صاف نیست، انحنادار هستش و بالاترین دندان آسیاب بزرگ قرار میگیره، یعنی روی دندان بالای آسیا قرار میگیره. این غده بچه ترشحاتش رو به سقف حفره دهان میریزه. اگه ازتون بپرسن بیشترین مجرا یا کوتاه‌ترین مجرا مربوط به کدوم غده هستش، مربوط به غده زیرزبانی هستش. بچه غده زیرزبانی جلویترین غده بزرگ هستش. حدود 9 تا مجرای کوچیک داره که خیلی کوچیکن و ریزن و این مجاری میان با مجرای غده زیر آرواری در انتها با هم دیگه یکی میشن.